خونم که خلاص شدن حالا بیام خونم دوستا بچه های نوکسیم شد قرار وقت نیه کجا بسته بما بله سلام علیکم زنده نباشید سلامت باشید زنده باشید بچه ها خورده خورده بیاری وکسین از کجایی؟ از بخش وکسیناسیون آمده وسکیپ وکسین که میکنم بچه خورد هم وکسین میکنه بله بچه خورد بچه ها خورده شما خورده باید با خونه سعی کنه بچه خورد نیه خود محرش خلتیر میشم خلطیر میشه سر شما هم که بشکسته چی رقم این سرمه چه شده؟ عفونت مغز گسالیگه او خوردم من مغز سرگسالیگه او خوردم چند ساله هستیم شما؟ کی؟ شما من؟ بله من یک نیم شو کم 40 ساله؟ ما از اینا بریزیم باشه اینا وکسین کنید خیره براجو تو آدم کلونی آخه بچه ها ما تا 5 ساله وکسین میکنه بیشتر وکسین نمیکنه خود 35 سال تا اندازیم بابا چه کار میشه براره من واقعا چه کار کنی؟ من تیارشون به حق شما سبب میکنم به حق شما سبب میکنه که دعا کنیم شما بچه خود دگه نداره؟ کی؟ بچه خود دگه و سراخ نداره؟ مدر من جمال خدا دادم ما این بیارم نه جمال نداره دگه نداره بچه خود نه از شما خودتر هم نیه اینجا گفت از من خودتر پیار منه دگه کینه نه دگه نمیشه نه نکن مو نکن این که صندوق چه رایستان برار منه با کدن خمام بس تلاخ اما چل تلاخ بیدار دگه بچه خوردم به خونه شما هسته؟ همه دو جمال هست بیار دگه که وکسین کنیم بوره من خودتر هم بیاریم دگه که وکسین کنیم بخوادیم به ده رفتم از امروز شفاخونه برفتم بده که بیبی اونا جمع میکنه ما کن نداریم گردن ما گوشنیگه مال موشا خونی مال لورس میره کتیار امیر بنویسین که وکسین کنیم نوشته کنه کردم دگه آنه نوشته کنه اسم من نوشته نکنه چی اسم شما؟ کی؟ اسم شما؟ اسم من؟ گیلک ولاد مدر من از کجا خریم؟ از این جیمی از دولسولی های؟ نما تاثرا خونم هانی هم اسم شما نوشته کی ما کمک میدیم کمک نیه ای وکسین میکنم همونایی که چیز همونایی که نیم همونا رو هم بگیری جملیو ها اسماعیل بلدی نوشته کنیم اسماعیل بلدی اسم چیه اسم یکی کجیر یکی جنگی کجیر جنگی ولد پیارینو اسم پیارینو آها کندل ولد پیار من با شیردله نه دیگه با کار نداریم از این منطقه این دیگه درسته کی شما از این جی آها دیگه ما مالیم شما نگفتید شما خاطر مثل میگه ولسوالی ها کنه بود نیم که ولسوالی خاطر میگه مادر ما بده رفته میگه من از ولسوالی ها کنی نه اونجا که بیبی نمیشینه تیاره خیره باش که ما میام کمک کم میدیم ما کمک دیگه حال نمیدم باش کمی وکسیناسیون خلاص شه باز بعد از اون معلوم میشه خوبه یعنی خلطیرا ما گم میشه گم میشه تیار میشه اما نسا کشته باحال شدی ما مثل زر ولی طلاق بود خب دیگه اگه طلاق نباشه که در دادم گم نمیشه دیگه ما اگینا تیار میشه چری پینال شما ایت از ما از حرام مادره بس خیر بینه ما خداوند شما خیر بده نمیگن که چای هم بخوریم خدا حافظ نداریم گردن من دشمله نیه خدا حافظ خوش آمده ماما خیر بینه ماما که با افتاد چیز شدم من رمضان اشتنی جان جور خیلی تو اسکیپ کردی خورد کی وکسین کرده؟ تو اسکیپ وکسین چی؟ اما دو تا مرتکه کامل اسکیپ میکردن تا از کوچه بالا من اسکیپ کردم من گفتم برو باشه برو معشای خوب بگم تو را برو خود اسکیپ کو وکسین برای بچه‌ها خورده زیر 5 ساله حتی 5 ساله هم که بالاتر بشی وکسین من گفتم که ما 40 شو من 35 سال تاین دو مرتکه گفت خوب تام اندازم 35 سال تاین داشت من اسکیپ که زار طلاق برخ به دادن من خمیت طلاق بود مثل مرگ مشوری سر تو چه کار شده؟ خلطیر شدم اصلا او بدیده می سرکله افرنگ تو بدیده بفهمیده که تو 50 تخت کم داری تو سادی گفته باش که دل از این خوش کنو میر وکسین کنو اسکیپ که
همین تلخ میذارتم من عین مرگ موشه بچشیدم خیلی تلخه. گیلک جو بچه خورد که 5 ساله و بالاتر باشه وکسین نمیشه زیر 5 سال. جملیا نبود نه که برام جملیا را وسکی اونار میبردی وکسین میکنی. خب برو دیارم مفته وسکی میکنی یک دیپی از من نستون به خدا. میفهم که نمیستونه وکسین برای بچه ها خورده. دیونی تو بگم تو نه تو شیری من دیونه خب ما وسکی بکن. آخه میفهم من میگم تو سادی به خاطر که تو بیعقلی نفهمیدی. تو تکواری من گوش کسی که دواشت جل میزنه. من میفهم اما حالا که تو استادی میبینم که خود تو جل میزنی. برو این کلار با کجا بردی؟ کلار کجا بردی؟ کلار؟ والا 35 دادم. نیم 35. برو سیه. وای 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 وای. همین زره عقل از اینه میکشه که بچه ها خورده وکسین. نکن. تکشید که بیا خور برو وکسین کن. ایکول صاحب که تو یک چم یاد دو مفته می چی چم؟ ها؟ چه داره؟ باز خیریه نبا چی دسته گل بردی؟ صاحب که مینای که میان در سرا مثلا صاحب که تو ها وسکین وکسین خب وسکین خب چی بگی؟ وسکین دو تا مرتکاکای وسکین میکنم یک چیچیلک یک کتگاکی وکسینا پولیو چی؟ وکسینا پول نه پولی نیه پولیو مرض پولیو خب دانم من یک دیپ از من خب هستم بگو چی میگی؟ ایت 2000 ترک ریختم تلخ بود اگر نال من همیت چیز شدم همیت چیز تکو همال میپرم به عوام میپرم برو خور مفته وسکی برو وکسین کرده ها با خدا گردن من بعد ما براتون در سر رمضان گفتم به رمضان هم بگم انا رمضان میگه نه چه کار فلانه برو دیونه تو مفته نمیری کی؟ حالا کجا هستم؟ کی با کجا هستم؟ وکسینا حالا کجا رفته باشم؟ وکسینا کم الله ایت دار میزنه ایت میگردم ایت میرم استقل تو ایت میگردم چه میندی؟ حالا که نیاگه ما برم وکسین کنم ده که تام حال میام مفته وکسین کرد تو مفته یک دیپ پول نستون حالی بری پول مستم همیت مثل عین اون مرگ موش میت تلاخ برختم اینجا 100 روپیه داری بدی به ما برم سعی کنم برای من ما اصلا تو بگو که بخونه خو ما 100 روپیه داریم داری گیل داری گردن ما بند باشه به تاکیسام دیف که یک روپیه آرام باشه گیل مرکی وکسین میکنم من کلون مفته دیونه تو مفته ای نیم مادام کلونیو تو کتتاری لیا ما تو کتتار بقى تو قیافه کلونی باغلا خو خیر دیاری آه آدمای رونا وکسین میکنن که عقل اینا روشن کنه مادام کلونی وکسین میکنه که عقل ما رشد میکنه همین چند ساله که تو را برات وکسین کنه اگه اخر تکی تو رو این وکسین میکردم عقل تو روش میکرد حال آدمی میت قناسی نمیبینی حقیقت انا اگه یک دانه تا خدا تو بچه داد زن کردی بچه داد کوشش کن که بچه خور از اول تا 5 سالگی وکسین کنی که مثل تو هری نشه خوبه چیز عقب مونده نشه کاج کجول قناسی وکسین برای ازونه حالا چند دفعه دیگه ما خود اسکیپ کنم عقل کمال یاد میگیرم شاید هرچی وکسین نیه که وقتی محل لوکی میام همونا باغ تو رضا تو فکر نکنم میشی ورشی نه بابا بابا بوشکباس از تو تاریخ و اسراف تو اگه به هفته بیارم چی به بلار بیارم فکر نکنم بچه او بخوری از تو دیگه فایده نداره چرا که تو اون 5 ساله فایده داره برای خدا حافظ خیر بینید که بگفتی